میخوام روی خاص‌ترین رنو پیکه ایران سپر نصب کنم. از اونجایی که سپر جزئی از بادی کیت ماشین بود، پس ما سپر فابریک رو حذف و این سپر رو به صورت دستساز ساختیم. اجزای سپر شامل 3 تا ورودی هوا برای خنک کردن رادیات و نور اصلی که ماشین قرار به ما بده روی سپرها و یه جفت بوکسل بند و شارکا و در نهایت لیپ سپر است. بعد از نصب سپر جای خالی جلو پنجره به شدت حس میشه. پس نوبتی هم باشه نوبت نصب جلو پنجره است که رخ جلو کامل بشه. جلو پنجره در اصل رابط بین دو تا گلگیره. اگر دقت کرده باشین روی گلگیرام ادامه جلو پنجره هست. رخ جلو کامل شد. اما من همیشه گفتم چیزی که یک ماشین رو خاص میکنه اسپویلرش. موقع ساخت بادی کیت ما به فکر پایه‌های اسپویلر هم بودیم. پس اون رو به صورت مخفی روی در عقب کار کردیم. یه جفت پایه چپ و راست و یه اسپویلر خیلی بزرگ و خاص که خاصیت ایرودینامیکی هم داره در حد هلبوی براش ساخته بودیم که اون رو دادیم به نقاش برامون رنگ کرد و امروز داریم نصبش میکنیم. اینم از رخ اسپویلر. قسمت‌های بعدی و قبلی این ماشین رو از دست نده که قراره خاص‌ترین رنو پیکه ایران رو با هم دیگه جمعش کنیم.